سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. یه معامله تو فارکس انجام داده بودیم که میخوام الان ببندم، خواستم باهاتون به اشتراک بذارم. نقطه ورود اینجاست که با لیمیت اوردر این رو گرفتیم. دقیقاً در این ناحیه تو تقریبا بهترین جای ممکن به استاپ اینجا، همین الانش هم ریوارد 1/4 رو به ما داده. تقریبا اینجاها خیلی بیشتر بود، ولی خب نیاز بود که تاییدیه هایی برای بستن معامله ببینیم، بعدا این معامله رو ببندیم دیگه. من این معامله رو اینجا میبندم، بسته شد که وارد حسابمون شد این پول. اما اگر بخوایم در مورد دلایل ورود به معامله و اینها با هم صحبت کنیم، خب میبینیم که فعلا تایم فریم ساعتی مارکت توی رنجی هستش و من داخل این رنج تو این ناحیه این معامله رو گرفتم و حرکت قیمت رو به پایین رو خواستم بگیرم. کاملا مشخص بود که این معامله یه معامله دی تریده، یعنی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت خودش رو تا این نواحی و این نواحی بتونه برسونه تو این شرایط. شاید بعداً سیگنال های مهمتری به ما بده و بتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی عملاً الان نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. مخصوصا اگر تایم فریم روزانه رو هم نگاه کنیم، میبینیم که حرکت قیمت شدیداً رو به بالا و به سمت بالاست. شاید بتونه از این نواحی حرکت رو به پایینی داشته باشه، ولی هنوز سیگنال های این رو ندیدیم. سیگنال های این رو تایم فریم ساعتی هنوز نتونستیم بگیریم و فعلا توی یک رنجی هستیم و باید منتظر باشیم ببینیم این رنج کجا تموم میشه و بعد این رنج جهت حرکت مارکت به کدوم سمت هستش. حرکت های خیلی عجیبی و این هفته و هفته پیش توی مارکت دیدیم. خب این به خاطر تعرفه های آقای ترامپ بود و جنگ تجاری که اتفاق افتاده. یکم از مواضع خودش ظاهرا عقب نشینی کرده، ولی این چیزی فعلا به ما نمیتونه بگه، چون حرکت مارکت به این شکل رو به بالا هستش و واقعا هم رنج عجیبی رو اینجا داریم میبینیم. تقریبا یک رنج 550 پی پی در عرض فقط 2 روز اتفاق افتاده. شاید این میزان نوسان توی یک ماه هم بعضا اتفاق نیفته، ولی میبینیم که به خاطر این تعرفه و این جنگ تجاری این اتفاق افتاده. فکر نکنید که تا ابد مارکت به این شکل خواهد بود، همیشه به این شکل حرکت خواهد کرد. بعد اینکه مارکت به این تعرفه ها عادت کرد، بعد اینکه این تعرفه ها دیگه قطعی شدند و اینها، دوباره خواهیم دید که حرکت مارکت یک شکل منطقی به خودش میگیره. در واقع کاری که اینجا تو این ترید انجام دادیم شاید برای بعضیاتون یکم عجیب باشه، ولی واقعا چیز عجیبی نیست. ما فقط توی سقفی که اینجا بودش فروختیم و حرکت قیمت رو به پایین رو گرفتیم که به لحاظ دی ترید واقعا به نظر خودم معامله خوبی بود و تو بهترین حالتش 56 پیپ به ما داد که حالا ما کل 56 پیپ رو نتونستیم بگیریم و تقریبا یه چیز حدود 35-36 پیپ تونستیم ازش بگیریم. چون استاپمون کوچیک بود تونستیم حجم خیلی زیادی هم باهاش وارد معامله کنیم. یه نکته ای رو میخوام بهتون بگم، این که شما چقدر معامله میکنید اصلا مهم نیست. یه معامله این شکلی تو کل هفته اگر بخواید انجام بدید میتونه رشد اکانت خیلی زیادی و رشد اکانت خیلی عجیبی رو بهتون بده و میتونید از این لذت ببرید. من فکر میکنم یکم دیگه بتونیم حرکت قیمت رو به پایین رو ببینیم، یکم دیگه میتونه قیمت به سمت پایین حرکت کنه، ولی با توجه به اینکه هفته ECB هستش و بانک مرکزی اروپا میاد نرخ بهره خودش رو اعلام میکنه، من ترجیح دادم از این معامله خارج بشم. هر سوالی و مشکل داشتید میتونید کامنت همین پست از من بپرسید، مطمئنم به تک تکش پاسخ میدم و همین. امیدوارم هر جایی که هستید موفق و پیروز باشید.